روباه ما و شما این روباه را از قرده هم میشناسیم. حتی در افسانه ها نامه مشهور است در باب فریب دادن. روباه یکی از حیوان های خانگی مانندی دارد در سگ و یا که حیوان وحشی در گرگ. این روباه بلندی او 20 سانتی متر، زیاده از 90 سانتی متر میباشد. وزن او از 1 کیلوگرم تا 15 کیلوگرم است. حتی او در فریب دهنده در جای اول می ایستد. شکارچی او حیوان های معده می باشد و او برای ما پرواز کردن را می آموزاند. شناس شوید. در دولت های غرب نام ماندن این را کلام، یعنی که روباهی پرواز کننده. سوال می شود که برای چی این نام ماندگی روباه است؟ برای شما می فهمانیم. برای آنکه او دهان، دندان و گوش‌های، چشم‌های، بینی‌هایی که تماما به روباه مانندی دارد. حتی به شکار کنی به روباه مانندی دارد. معلومات درباره کلام، یعنی که روباهی پرواز کننده. درازی قنات او 60 سانتی متر را تشکیل می کند و درازی بلندی او از سر تا پا 60 سانتی متر. حتی در اناتومی آمده است که 120 سانتی متر از سر تا پا درازی قنات‌هاش 180 را تشکیل می کند. حتی او با اژدر افسانوی مانندی هم دارد. اساسی مانندی در روباه، بینی او و دندان او، حتی در چشمان او مانندی در روباه دارد. برای خاطر او این را ماندن روباهک. حتی در بوی بدن او بوی روباه را می‌دهد. چشمان و بینی های روباه هنگام تولد شدن آنها سیاه می‌باشند. هنگام 2 ساله 3 ساله شدن بدن آنها زرد شدن را تشکیل می‌کند. آنها گروه زندگی می‌کنند. هنگامی که وقتی که عادی کردن، یعنی که خواب رفتن، سر را در پایان کرده در درختی های ویزان می‌خوابند. هنگامی که هوا بسیار گرم شد، آنها خود را به آب زده سلقه می‌کنند. گفته می‌گذارم که در آب آنها را تمساح انتظار می‌باشد برای خوردن او. نگاه نکرده در بدن ترساننده خود او خیلی حیوان بی آزار می‌باشد. مردمان به او حتی غذا می‌دهند، غذای میوگی، بنان و دیگر میوه‌ها را. آنها در برای غذا یافتن جاهای خودشان را عوض می‌کنند. در وقتی که عوض کردن در یک شبانه روز آنها پرواز می‌کنند 500 کیلومتر. انسان‌ها حتی از او منفیت بردن را می‌خواهند. برای آنکه او را در قفس داشته غذا می‌دهند، برای غذای خود استفاده می‌برند. شماره این روباهک‌ها خیلی کم است، یعنی که از 130% او نیست شد و نابود کرده شده است. اگر شما در دولت‌های غرب سفر کنید، یعنی که دولت‌های اسپانیا، مالزی، خیتای و دیگر نمودی غربیان، در آنجا این را دیدن ممکن است. یکم در روبرو شدن او، حتی او شما را ترساندنش ممکن، ولی که او خیلی گفته گذاشتن به آزار است. رام کردن او به دست خود خیلی آسان است. اگر که شما برای او غذا دهید و جای دهید، برای او بسنده است. سوال میاد که هنگام غذا دادن برای انسان او زخم زدنش ممکن؟ نه، او زخم نمیزند، ولیکن مهربانی میکند. مردمان او را در قفس توتی‌قوش گران میگردند همراه خودشان. او را هر روز 1 ساعت برای سیرکنی به باغ میبرند. با کانال ما باشید تا به دیدار آینده.